سلام بچه، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. اومدیم با یه ویدیو خفن دوباره از بازسازی گل که یکی از بچه ها تو کامنت ها گذاشته بود که کامنت اول گل آنکارا مسی و خطافه. اومدیم اونو بازسازی کنیم بچه ها. فقط موقع موهای مسی بلند بود، الان تو این بازیکنی که موهای بلند داشته باشه نداره. بعد کیت 2007 خطافه هم نداشت، من از امسالش استفاده کردم چون رنگ خودشه. دیگه همین دیگه. این ویدیو رو لایک کنید، چنل من رو سابسکرایب کنید، تو کامنت ها بنویسید تا بازسازی گل بعدی چی باشه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. اومدیم داخل بازی بارسلونا و چی بود اسمش یادم رفت. اومدیم بازسازی گل مسی که 2007 زده بود، آنکارا مسی، اون گل معروفش. ای بابا پاس بده مسی دیگه. بگیر مسی آفرین مسی کجایی؟ کجاست مسی؟ پیداش نیست. آها مسی، به به مسی داشتم مسی. آها بازی شروع نشده 68% اونا دارن حمله میکنن. چرا؟ پاس بده مسی. آها پاس بده مسی جون مادرت گلش کن. ای بابا بده مسی. خب مسی باید بگیره توپو گل بزنه نه شما. من خطا نکردم. مسی همین 3 نفرن. آها یک دوم نفرم دریبل کنی تمامه. این گولرش اصلا هرچی میزنم نمیخوره تو. چرا گولر الان گولر من بود، هرچی میزدم میرفت گل. مسی کو؟ تو باید بیاد دست مسی. خطا گرفت. بابا خطا نگیر دیگه. سوار خوب میکنه داد میزنم سر زور. همش دارم سوتی. یا سوتی یا خطای. خدا چیکار کنم؟ نه گل میزنم نه.
بچه ها نگاه کنید، وای چی گل نکرد بچه ها. چون این بازسازی گل سخته، من میخوام یکم از نزدیکتر چیز کنم، یکم از نزدیکتر بازسازی کنم چون خیلی سخته، یه رو طول میکشه. خب از همینجا خوبه دیگه. باید خلوت باشه. آها ای بعد چند کلا 2-3 تا بازیکن باشه که بتونم. همیشه میندازه بیرون این بازیکن توپو. وای برو بزن. ای کورنل آقا این خطا بود دیگه. بزن سوتو دیگه، بزن سوتو بزن. نیمه دوم باید بزنم گل. چون خیلی بازسازی گلش سخته. دشگل میشه. خب الان مسیه دیگه. خب مسی الان باید بره جلو. مسی برو جلو. همونو باید گل میکردم. چرا نمیزنه؟ خب به همه پاس میده به جز مسی. خدا همش داره خطا میده. بیا اخراجی هم دادم. بیا مالی چه پاسی بود این الان؟
چه پاسی بودین الان؟ همینجا میرم دیگه. آها چجوری؟ یس توی دروازه اینم ماساژ کردیم. یس شما مرسی که تا اینجای ویدیو همراهی کردید. حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل منم سابسکرایب کنید. ببخشید که من داد زدم، کم عصبی شده بودم. توی کامنت ها بگید که بازسازی گل بعدی چی باشه. یعنی خودم 2 تا کامنت میذارم از پیج خودم، از کانال خودم. یکیش گل ایستگاهی رونالدو به اسپانیا بود تو جام جهانی 2018. یکیش هم ایستگاهی مسی به لیورپول. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.